عاقلانه و مقصدناک استفاده بردن نیروی برق از یک طرف به بای گردیدن ذخیره بودجوی عائله هر کدام ما و شما تاثیر رساند، از طرف دیگر به مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفتن چرخه‌های تولید کننده نیروی برق در خانه و تعلیمگاه‌هایمان می‌گردد. از این رو ضرور است که معرفت صرفه و سرشتکارانه استفاده بردن قوه برق را دانیم. مثلا در وقت ضرورت آبی با قوه برق گرم شده را صرفه‌کارانه استفاده بریم. از فروزانک‌های کم مصرف سر و کار گیریم. درزمال را یک چند دقیقه پیش از انجام کار خاموش نماییم. پیش از خواب و یا قبل از خانه برآمدن اسباب‌های برقی را خاموش کنیم. وقتی که به مؤسسه تعلیمی می‌آییم، اسباب‌های برقی را برابر نیم در وقت ضرورت کار فرماییم. پس از انجام مشغولیت‌ها حتما خاموش کردن کامپیوتر، پرینتر، تخته الکترونی، تجهیزات گرمی دهنده و لامپ‌های برقی را فراموش نسازیم. زیرا فرهنگ استفاده برق و مسئولیت بلند شهروندی و صرفه‌کاری راه یگانه رهایی از مشکلات بی‌برقی می‌باشد.